در مورد نماز سفر ببینید ما در دین مبین اسلام یک سری رخصت ها داریم. رخصت چه معنی؟ رخصت این که الله سبحانه و تعالی نمیخواد که مسلمان در سختی و مشقت بیفتد. مثلا ماه رمضان، فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. در ماه رمضان یک کاری پیش آمد، سفر کردید. الله سبحانه و تعالی دوست ندارد که شما در ماه رمضان سفر کردید، گرسنه شدید، تشنه شدید، روزه بگیرید. میگه که اگر که نمیتوانی روزه بگیری، روزتو بخور. 2 روز 3 روز روزتو خوردی، 1 روز روزتو خوردی در اثنای سفر، وقتی که از سفر برگشتی، ماه رمضان تمام شد، ایام عید تمام شد، دوباره همون 1 روز 2 روز 3 روزی که خوردی رو بگیر. الله سبحانه و تعالی سختی و مشکلات نمیخواد برای ما. در سفر مثلا من از اینجا میخوام برم، مثلا از دوشنبه میخوام برم، مثلا فکر کنید یک شهر دیگری، خوجند مثلا. در بین راه اتوبوس در هر مسجدی در هر جایی نمی ایستد. وقت نماز ظهر در یک جایی برای غذا خوردن می ایستد. اینجا من از رخصت استفاده می کنم. نماز ظهر و عصر رو 2 رکعت، نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، این رو میگن جمع و قصر. اول ظهر رو میخوانم، بعد عصر رو میخوانم، چون شاید اتوبوس در وقت نماز عصر در جای دیگری متوقف نشود و نماز قضا شود. خاصتا در بعضی از کشورها راننده اتوبوس مسلمان نیست، اصلا در این شهر مثلا شهر مسلمانان نیست، مسجدی وجود ندارد. در هر جایی که شما فرصتی پیدا کردید 2 نماز رو با هم میخوانید، خودتون رو راحت میکنید از اینکه نماز قضا شود. این رخصت رو الله سبحانه و تعالی برای ما قرار داده است که نمازها رو جمع و قصر بخوانیم. اما در یک مثلا با هواپیما رفتید، از دوشنبه رفتید به خوجند، صبح ساعت 8 حرکت کردید، مثلا ساعت 10 اونجا رسیدید. از هواپیما پیاده شدید، در شهر مسجد هست، جای نماز هست. بهترش این است که نمازها رو با جماعت در مسجد بخوانید، هیچ اشکالی ندارد. برید 4 رکعت پشت امام نماز رو به جماعت بخوانید، کسی من نکرده است. ثواب جماعت رو هم گرفتید، ثواب نماز رو هم گرفتید. اما وقتی که عذر داشته باشید، وقتی که در اثنای راه باشید، می توانید که جمع و قصر بکنید. حتی اگر در همان شهر هم، بعضی از علما میگن در همان شهر هم نماز ظهر رو خواندید در یک مسجدی، 4 رکعت پشت امام خواندید، می توانید که بعد از اینکه نماز ظهر تمام شد، امام سلام داد، بلند شوید 2 رکعت نماز عصر رو هم بخوانید قصر و برید پی کارتون. دیگه لازم نیست که برای نماز عصر هم برید در مسجد. اینا رخصت هاست و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که الله سبحانه و تعالی دوست دارد که بندگان رخصت ها را بگیرند. این مثل یک هدیه میماند از جانب الله سبحانه و تعالی. مثلا در محل کارتان صاحب کار شما ولله مثل الاعلی به شما یک هدیه میداد، اگر شما این هدیه را قبول نکنید ناراحت میشود از شما، درست است؟ پس بهترم این است که انسان بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رخصت ها را بگیرد. مثلا در یک سفری بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم، ماه رمضان بود، یا متوجه شدن که در یک جای برای استراحت متوقف کرده بودن، تعدادی از مردم جمع هستن بالای سر یک نفر. رفتن اونجا دیدن که یک نفر غش کرده افتاده همینطور. پرسیدن چی گپ است، چی شده این رو؟ گفتن روزه گرفته. فرمودن که روزه گرفتن در سفر کار نیکویی نیست. روزه گرفتن در سفر مادامی که مشقت باشد، مشکلات باشد، کار نیکویی نیست. شما یک سفر زمینی میرید، از یک شهر به یک شهر دیگر 6 ساعت 7 ساعت داخل اتوبوس هستید، هوام گرم است. در اون صورت می توانید از رخصت استفاده کنید و روزه تان را بخورید. اما یک نفر دیگری است، مثلا از شهر خودش می رود به یک شهر دیگه با هواپیما، بعد از سحری مثلا سحری رو در خانه کرده، می رود، فاصله مثلا با هواپیما 1 ساعت است، می رود بعد از 1 ساعت در شهر دیگری پیاده می شود. اونجا هم کاربار زیادی ندارد، به خاطر مثلا یک کاری رفته است، نیم ساعت کارش رو تمام میکنه، بعد میره در یک هتلی مثلا استراحت میکنه. آیا این انسان روزه بگیره بهتر است یا روزه نگیره بهتر است؟ این برمیگرده به خودش. اگر برایش سخت است، مشقت است، احساس گرسنگی و تشنگی کرد، اجازه دارد که روزه‌اش را بخورد و بعد از رمضان 1 روز قضا بگیرد.
اما نه، احساس کرد که هیچ سختی نیست، احساس گرسنگی و تشنگی هم نکرده، وضعیتش نرمال است، اگر روزه گرفتم اشکالی ندارد، روزش قبول است و میتواند که روزه بگیرد. 1 روز باشد، 2 روز باشد، در سفر وقتی که مشقت و سختی برای او وجود نداشته باشد.